نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران از سامانه‌های پدافندی متعددی برای دفاع از آسمان کشور در برابر حملات احتمالی برخوردارند. اما مهمترین سیستم‌های پدافند ایران کدامند؟ نیروهای مسلح به طور کلی از طیف گسترده و متنوعی از سامانه‌های پدافند هوایی استفاده می‌کنند که بسیاری خارجی و بسیاری نیز طراحی شده و ساخت ایران هستند. سامانه‌های پدافند هوایی در دنیای مدرن نقشی مهم در حفاظت از مناطق، موقعیت‌ها، منابع و ثروت‌های سرزمینی هر کشوری ایفا می‌کنند. جمهوری اسلامی ایران و دو نیروی عمده نظامی آن یعنی ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در طول دهه‌های گذشته کوشیدند ضمن تمرکز بر برنامه‌های موشکی توسعه چند سیستم پدافندی بومی را نیز در دستور کار قرار دهند. از آنجایی که در روزهای اخیر و در نتیجه افزایش تنش‌ها بین ایران و آمریکا احتمال بروز جنگ بین دو دشمن قدیمی افزایش یافته است، در این ویدیو قصد داریم مهمترین سیستم‌های پدافندی ایران که در صورت حملات احتمال از آسمان ایران دفاع می‌کند را معرفی بکنیم. سیستم‌های پدافندی معرفی شده در این ویدیو همگی بومی بوده و تنها بخشی از سیستم دفاعی کشور محسوب می‌شود. ایران از لحاظ تقسیم بندی مناطق پدافند هوایی به 9 منطقه تقسیم شده است. هم سپاه هم ارتش در همه این 9 منطقه پایگاه پدافندی دارند. طی سالیان اخیر نیروهای مسلح ایران با توجه به تهدیدات پیرامونی و فرامنطقه‌ای کوشیدند فرآیند ساخت و توسعه چندین سامانه پدافندی را تسریع بخشند. امروزه نیروی پدافند هوایی ارتش و پدافند هوایی سپاه دو بخش مهم پدافندی کشور هستند که هر دو تحت امر قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا فعالیت می‌کنند. این قرارگاه وظیفه ایجاد طرح، برنامه‌ریزی، کشف و اجرای عملیات‌های مشترک پدافندی در سراسر کشور را بر عهده دارند. همانطور که اشاره شد، با توجه به اهمیت سامانه‌های پدافندی در این ویدیو قصد داریم به معرفی بهترین سامانه‌های پدافندی ایران بپردازیم. سامانه پدافندی باور 373 از مهمترین سیستم‌های پدافندی ایران است. برنامه ساخت سامانه باور 373 بعد از لغو تحویل سامانه S-300 روسیه به ایران به طور جدی در اولویت برنامه‌های دفاعی ایران قرار گرفت. هدف اولیه از طرح باور 373 ترکیب موشک سید 4 با برد 200 کیلومتری با یک سامانه راداری جدید بود. در همین راستا و در نمایشگاه نظامی که در سال 1393 برگزار شد، رادار جستجوگر معراج 4 برای این سامانه معرفی شد که یک رادار از نوع آرایای فازی بود. امروزه نسخه نهایی باور 373 از دو نوع موشک صیاد 4 و صیاد 4B برخوردار است که هر دو از سیستم مانورپذیری پیشرفته‌ای برخوردارند. کل مجموعه باور 373 را نیز خودروهای نظامی ظفر و ذوالجناح حمل می‌کنند. این سامانه که الگوی اصلی آن بر اساس S-300 روسی طراحی شده می‌تواند اهدافی را از فاصله 450 کیلومتری شناسایی و از فاصله 400 کیلومتری رهگیری کرده و نهایت با استفاده از موشک‌های صید 4B در فاصله 300 کیلومتری و تا ارتفاع 32 کیلومتری از سطح زمین مورد اصابت قرار دهد. این سامانه قادر به کشف همزمان 300 هدف و رهگیری همزمان 60 هدف را دارد. باور 373 به منظور حفاظت از تأسیسات حیاتی، پایگاه‌های نظامی و مناطق استراتژیک به کار می‌رود. همچنین در صورت بروز درگیری‌های نظامی، این سامانه یکی از ارکان اصلی دفاع هوایی ایران خواهد بود. بعد از حمله اسرائیل به ایران و هدف گرفته شدن پدافندهای S-300 روسی، رسانه‌های داخلی به نقل از مقامات دفاعی کشور معتقدند که سامانه باور 373 موفق در دفع حملات و دارای عملکرد موثرتر از S-300 روسی است. دومین سامانه پدافندی مهم، سامانه پدافندی سوم خرداد است. این سامانه طراحی شده توسط سازمان هوافضای سپاه است که اولین بار در سال 1393 توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رونمایی شد. طراحی سامانه سوم خرداد به طور کلی شباهت خاصی با سامانه پدافندی بوک روسی دارد و این یعنی همه اجزای آن از رادار و موشک گرفته تا سامانه کنترل فرماندهی همگی در یک خودرو تجمیع شدند. برخورداری از فناوری آرایی فازی در این مورد از مهمترین سیستم‌های پدافند ایران سبب شده تا سوم خرداد قادر باشد به طور همزمان با 4 هدف درگیر شده و 8 موشک را به سمت آنها هدایت کند.
موشک‌های این سامانه نیز از نوع موشک‌های صیاد 2 هستند که قادرند اهدافی را در فاصله 50 تا 75 کیلومتری و ارتفاع 25 تا 30 کیلومتری مورد هدف قرار دهند. سومین سامانه پدافندی مهم سامانه پدافندی 15 خرداد است که یکی از بهترین سامانه‌های پدافندی ایران محسوب می‌شود که اولین بار در خرداد 1398 و توسط سازمان صنایع هوافضای وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح رونمایی شد. این سامانه موشکی در واقع نسخه ارتقا یافته سامانه موشکی تلاش محسوب می‌شود و در نتیجه یک سامانه پدافندی میانبرد است. سامانه 15 خرداد قادر به درگیری با اهداف متعددی از جمله هواپیماهای شناسایی، بمب‌افکن‌ها و جنگنده‌های تاکتیکی است و حتی می‌تواند در موارد موشک‌های کروز را نیز رهگیری و ساقط کند. از مهمترین ویژگی‌های سامانه 15 خرداد می‌توان به تحرک‌پذیری و تاکتیکی بودن آن اشاره کرد، به نحوی که کل مجموعه با استفاده از تنها یک رادار کار می‌کند و در مجموع یک از سامانه‌های پدافندی با کمترین اجزا است. از طرفی سامانه 15 خرداد سرعت واکنش بسیار خوبی در حد سامانه‌های روز دنیا از جمله سامانه S-300 دارد و می‌تواند در مدت 5 دقیقه کاملاً عملیاتی شود. چهارمین سامانه پدافندی تولید داخل سامانه پدافندی طبس است که به عنوان یکی از مهمترین سیستم‌های پدافند ایران در واقع نسخه ارزانتری از سوم خرداد محسوب می‌شود. البته طبس به جای رادار آرای فازی از رادار رفلکتوری برخوردار است که برد 60 کیلومتری دارد و می‌تواند با اهدافی تا ارتفاع 30 کیلومتری درگیر شود. این سامانه قادر است با یک هدف درگیر شده و 2 موشک به سمت آن شلیک کند. سامانه طبس از یک رادار مستقل جلوی خودرو برخوردار است و موشک‌های آن نیز از 2 نوع صیاد 2 و طائر هستند. این سامانه قادر به درگیری با انواع هواپیماهای تاکتیکی، پهپادها و بالگردهاست. سامانه 9D نیز یکی دیگر از سیستم‌های پدافندی کشور است که برای اولین بار در اردیبهشت ماه سال 1400 رونمایی شد. این سامانه در واقع ترکیبی از موشکی با همین نام و خودروی حمل سامانه سوم خرداد است. لانچرهای موشک در سامانه 9D 2 لانچر با 4 موشک و یا مجموعاً 8 موشک هستند که از یک رادار هدایت آتش نیز برخوردارند. این سامانه در مجموع یک سامانه تمام متحرک برخوردار از رادار مستقل محسوب می‌شود که قادر به درگیری با چندین هدف است و می‌تواند نقش مهمی در دفاع از تجهیزات و مکان‌های حساس ایفا کند. سامانه رد نیز یکی دیگر از مهمترین سیستم‌های پدافندی ایران تولید داخل محسوب می‌شود که از موشک طائر 2 برخوردار است. موشکی که در مجموع شباهت زیادی به موشک روسی سام 18 دارد و همین مسئله سبب شده تا برخی مدعی شوند ایران در زمان تحریم‌ها شمار زیاد از این موشک روسی را وارد کرده و با تغییر نام سعی کرد آنها را در قالب یک سامانه بومی استفاده کند. البته که بالچه‌های انتهای طائر 2 تفاوت خاصی با موشک روسی سام 17 دارد و این بیشتر می‌تواند حاکی از این باشد که این موشک احتمالاً مهندسی معکوس شده سام 17 با یا بدون کمک و هماهنگی روس‌هاست. سامانه رد برد 50 کیلومتری و سقف پرواز 25 کیلومتری دارد و روی یک شاسی چرخدار 6 چرخ سوار شده که از قضا آن هم شباهت زیادی به شاسی بوک M2 روسی دارد. هر خودروی این سامانه نیز 3 موشک حمل می‌کند. در مجموع با توجه به افزایش تهدیدات منطقه‌ای و جهانی، جمهوری اسلامی ایران طی سالهای اخیر سرمایه‌گذاری گسترده‌ای بر روی توسعه و بهبود سامانه‌های پدافندی خود انجام داده است. سامانه‌های مانند باور 373، سوم خرداد، 15 خرداد، طبس، 9D و رد نشان دهنده توان بومی کشور در طراحی و تولید سامانه‌های پدافند هوایی پیشرفته هستند. این سامانه‌ها با قابلیت‌هایی همچون تحرک‌پذیری بالا، توان درگیری همزمان با چندین هدف و استفاده از فناوری‌های روز دنیا نقش کلیدی در تأمین امنیت آسمان ایران ایفا می‌کنند. ممنون از اینکه با یک ویدیو دیگر با کانال تاریخ‌کده ما همراه بودید. شما می‌خواهیم که این ویدیو را لایک کرده و کانال تاریخ‌کده ما را سابسکرایب کنید. نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما برای ما ارزشمند است. ممنون از اینکه با ما همراهید.